اسپانج که رفتم و بله دیگه من منکر شروع کردم توی یوتیوب. تو رو خدا بهم انگیزه بدید، من گناه دارم، من تو خدا باش. من الان موبایل دارم و اگه بتونم کامپیوتر بگیرم میتونم با کامپیوتر بیام با شما ویدیو بگیریم. خب بریم سراغ ویدیو دیگه. خب بچه‌ها سلام. Welcome to Fusion and Fission Labs in Mob Fusion. چه؟ حتی چیز خوبی نیست ولی خب واه وجه گیاه داره. اینا کریتیو کنیم اینا گیرمون. You're about to learn how to use the Mob Fusion machine. مابا رو بریم میخواد If you place two different mobs in the Mob Fusion machine's chambers, they will morph into a new entity. پشمو گاو ویلیجر پشمو. اگه تو کریپر رو If you place the same type of mob in the Mob Fusion machine's chambers, they will turn into a single giant mob. پشمو بچه عجب چیزیه. Look at the center panel of the machine. These are the mobs that you can place in the Mob Fusion machine. If you try using any other mobs, the experiment will fail and you will create a dangerous blob monster. Now, let's practice. Take the shrinker weapon, aim at this cute pig, and interact with it. aim at this cute pig. pig یعنی دیگه خوک دیگه، همتون باید بدونید. خب اینجا خوک داریم. خب شیرین کیت پس باید نگه داریم. Great. As you can see, it turned into a spawn egg that is now in your inventory. Wow. Now, repeat the same steps with this horse. Asp. Good. You now have two spawn eggs. Place the first mob into one chamber of the Mob Fusion machine. Then the second mob into the other cell. If something goes wrong, use the shrinker weapon to catch a mob again. Excellent. The Mob Fusion machine is ready to start. Go to the control panel and press the red start button. اوکی خب بزنیم. Wow. What did you just do? Is it a big horse? Or a horsey? You can choose any name you want for your creations. This concludes your training. Wow. Remember to wear your safety glasses, armor, when operating heavy machinery. We wish you crazy experiments and a fun game. اومدید به بازی که اصلا عجیب غریبه. بله دیگه خلاصه اومدیم ادامه‌ش رو بریم که بله تکمیل سگ با یه دونه اسب که واقعا فکرم میشه سگ و من میزنم حالا ببینیم چی میشه دیگه. خلاصه و حتما بچه ها چنل رو ساب کنید. اگه به 10 تا لایک برسه من یه کاری میکنم، ماینکرافت رو شروع میکنم. بله حتی من نوب سگم، شاید روز اولم مردم ولی خب براتون میگم اگه به 10 تا لایک برسه تو خدا لایک کن. خب حالا این ترکیبش چی شد؟ ای سگ است. داگلیش ای بابا غلط کردم. نیار میخوام تخمت کنم. بدم آقا کمک کن. ببین دنبال من نه، من گناه دارم، من دونات خوردم. بخواب بعدا تازه ریلکس را میره و گراویتی هم براش معنی نداره، یعنی جاذبه براش معنی نداره. دیگه آره دیگه اشته شد. چرم پشمون. خب بچه ها اینم از گیم پلی ماب فیوژن. اگه
نظری دارید و میگید چی و با چی ترکیب کنم، اگه دوست داشتید حتما بهم بگید که من کامنت شما رو میخونم و چک میکنم که بیام از همچین ترکیبایی بذارم و شما رو شاد کنم. و خیلی ممنون از تماشای ویدیو و کلا خدا نگهدارتون. یه نون بده جهر یه نون بده یه نون